پاشو حاج خانوم، امروز دوشنبه است، روز ملاقات ما و آب دادن گلای باغچه. علی ما یادت باشه واسم پوفکم بخریم. خیلی خوب باشه. محمود نزنی رو دستت. آقا جون ما اومدیم. با روپوش نریم تو خونه. خاک اره بره لای فرش در آوردنش مکافاته. خب کلید در حیاط، اتاق، یخچال. ریخت و پاش نکنن آقا جون. خیالت راحت باشه عروس گله، برگردی خونت گلستون تحویل میدن. این عاقبت پدر شوهر زن مرده است. از منصب آقا بزرگی تدریجا تغییر سمت میده، میشه مادر شوهر. ماما جونس از آقا جون بگیر. سهم آبدوغ منم نگر دارین، دست هنرمند یه نمک دیگه ای داره. نه دست بیبیگری منم ختم میشه. زمستونا به آبگوش، تابستونا به آبدوغ. بابا یه فکری هم برای نهار دوشنبه های محمود بکن. من اگه مسما بادمجونم بذارم تو سفره، اون تو دکه ساندویچیه به اول فهم. پول بهش ندین آقا جون. آبی خیال دوست ندارم ماما. اصلا نهار نمیخورم. چی؟ نخور. گشنش که بشه سنگم میخوره، چه برسه آبدوغ. این سرویس تموم نشد؟ مرمر میتراشی؟ این که دیگه آبدوغ نیست، از آب که در بیاد اون وقت میگی دستت درد نکنه، به زحمتش میارزی. اوسمیتی توسکا براش آشناتره تا طلعت. این موریونه عاشق چوبه. میگم شانس آوردی حبود چوبه و نروک، والا یه دوجون پینوکیو داشتی قد و نیم قد. آره دست مام شده چاقو، جونم نمونده. کاشکی یه دونه از اون قاب عکسای منبت کار شما کار دست من بود. اون وقت میشستم تا آخر عمر سیب زمینی پوست میکردم. سفارش نمیکنم و با خاکره نرین تو خونه. الو داداش، من الان پیش مادرم، خونه سالمندا. این دوشنبه باید یه کاری بکنی که بتونی پیش از ظهر بیای. حال مادر خوب نیست، منم دست تنهام. اساسش هم تحویل دادم، ماشین لازمه. خواسته ببریمش خونه. داداش بمیرم الهی، هیچ وقت فکر همچی روزی رو نمی کردم. یه جوری برسون خودتو. اومدم. گوشت و میوه و نون خریدم. کارمون شده پرو خالی کردن یخچال. شام شنیتسل مرغ بخور. منشی دکتر آزادی یه هفته میخواد بره دریا. مایتابه رو تو گلو روغن نکن، کافیه ته مایتابه چرب شه. از فردا بعد از ظهر میرم مطب دکتر. واسه یه شنیتسل یه خروار ظرف کثیف نکنی، مایه ظرفشویی گیر نمیاد. حقوق یه ماه دختره رو واسه یه هفته مرخصیش گرفتم. باز که کتاب تازه خریدی.
بالاخره نگفتی آخر کلی در چی شد؟ چرخ جلوی ماشین صدا میده، طرف راننده. فردا سه‌شنبه است، هاجر خانم میاد، ممکنه قبل از اومدن من برسه. بگو خانم گفت برو سراغ رختچرپا تا خودم بیاد. خاله نفیسه تلفن کرد، گفت از جلال بپرس تکلیف وام چی شد. 3 دفعه تو این هفته تلفن زده، یک کلمه جوابشو بده رو آپارتمان میتونه وام بگیره یا نه. بگو کیو دیدم؟ فرشته نباتیو. اومده بود فیزیوتراپی، شوهرش آورده بود. زن یه بساز بفروش شده. شوهر رو نفهمیدم چی به روزگارش آورده بود، مردی که 4 چنگولی مونده بود دلا. خودش میگفت مهندس شرکت ساختمانی داره اما بساز بفروش بود. جلال چند هزار دفعه بهت بگم تو کار خونه به من کمک نکنی سنگین تری، باز در شیکردون رو درست نبستی. خونه شد دنیای مورچگان موریس مترلینگ. الو. دوشنبه شده تلفن سالای دورخانه آبجی کوچیک خانو. آره دوشنبه بعد دیگه ای داری. هفته آخر سریاله. گوشی دست داشت آبجی. الو. الو. Hallo, guten Tag, Herr Schweitzer. Ich bin Mad Ibrahim. Ich telefon aus Teheran. Ist Preis fordern. Ist falsch, Dollarpreis. Ist sehr teuer in Teheran. Iranisch verholen Real. Sie wollen vor Hallo. Hallo. جرمن شفر گوشی رو گذاشت. من خیلی تلفن اشغال کردم. شما با داداشی برین خونه؟ من و داداش مادر رو میاریم تا خواهر از شما بریم. رسم و رسومات دیگه کهنه شده آجی کوچیکه. آدم دم موتو که نمیارن خونه مردم رو زابرا کنن، همونجا قبضه میگیره و آفی درزن. خواست مادره، نمیخواد مثل هم اتاقیش حاج خانم تو گوشه آسایشگاه بمیره. طلعت تلفن کرد، مثل اینکه مادر حالش. وقتا ما عوض کردم، شاید مجبور بشم شب خونه مادر بمونم. مجال نشد نوارتو گوش بدم. کار خاصی پیش اومد، تلفن کن مغازه مهدی میاد خبر میده.
بشین سنجد. الباقی بهشت زیر پای مادران است. بدین وسیله فوت صبیه مرحوم میرزا مهدی خان مستوفی اجله فضل و هنر و زوجه محترمه مرحوم سلطان قلی خان ناصری مفخر نظام و لشکر و والده مکرمه محمد ابراهیم خان را نکن قاطع کن بابا. الو مامانی. آره دخترم بگو. ماما محمود ساندویچ خورد. ماما محمود ساندویچ خورد. نگران ما نباش. نباش، سر صبر به کارت برس. به سلامت بابا. اتحادیه صادر کنندگان روده ایران. سنجد تیر و طایفتن. خدا دار خوشی سازی الحمدلله. که روپاس گلستون خونه فقط بوی مادر رو کم داشت. یخش قربونت برم. لعنتی مادر که سر ما رو گنده است. داشت آمیتا پیژامتم که تشریفات فرمودن. آب لیموی حال بر مار از پونه بدش میاد. سلطان مارم وقتی از جلدش در میومد عاشق عطر پونه بود. زد رحمت به پونه. زبون درازی آبجی کوچیکه دیگه بوگند گلابم گندتره. غلط کرده آبجی کوچیکه بخواد زبون درازی کنه. خوابه شیرین نشد زول بیا رود باشه با رد کارات. چشم خان دادش.
خانده شد آقای ابراهیم خانه زهتابم که هستم. قراره همه دوره هم باشیم. مادر خواسته این روزای آخر. روزای آخر؟ آره داداش. زولبیا تا من سر پام تو این خونه کسی دست تو جیبش نکنه، علل خصوص آب لیموی دست افشار. که برگشم که گوشت شطوره. کود کردم اسکناس و گشتم لب تاقچه. مش بردارین بخرین و بپزین و بلنبونین. فقط حساب شکم داشتون رو داشته باشین که این سیرمونی نداره. ناغافل میزنه روده هاشو میترکونه. این یه دونه چایی رو با قند بخوریم. امروز در بند رژیم نباشه. چایی رو که شما با سماور زغالی دم می‌کردین طعم و عطر دیگه ای داشت. با سماور برقی چایی عمل نمیاد، میشه ترک جوش.
چای کن رنگه مال داش خوشاب و رنگ است. همه چی سرگلش مال خانداداشه. قندش و قندون هست. چای بیقندم بدمزه نیست. تلخی با قند شیرین نمیشه. شبو باید بیچراغ روشن کرد. منیرمم اومد. لیموی حالبرت رفت پیشواز بهار نارنج کیچا آبجی خانم مرباش ترنجبین بانو هل و گلابم میسایدی حریف هفته بیجارت نمیشد. لولو خورخوره منو میخوره لولو خور سنجد دهن مهن کلون ملون سر مره یه دو تیم بچه میزاد یکیش میشه بلبل. ننه ما کت سره رو بس زایید گل و بلبل. اخزا به به چه تخم و ترکه‌ای ترنجبین بانو. ما هم دولتی سر داییمون شدیم روده پاک کن و اینا یه حله حوله‌ای میشدیم از این قماش خرقروتی بامیه‌ای کامپوت مامپوت باره کنار. ارواح اموات در این جنازه مردشوری برمی اومد زابراش کردین واسه یه نشک کشی. آمبولانس تو خیابون ببینتش جلبش میکنه. زینت انار دارد. انار از آسمون میاد تو باغچه. انار قرمز. زینت انار انار سبز. چیه؟
کی؟ غلام رضا بیا بریم باده بارکم به هوا باده آنمان نبارا دوه کدی آنا مانا تلاکی بادا بادا اومدم الان میگردم سرم گیج رفت قرصم خدا دستت تمیزه دست کن تو جیبن کلیت بردار رو بکن خیلی خوب بس مادر از مچ افتاد پسره سنجده یه صدی شتل گرفته که پای خانداداششو مالش بده چخ الان یافتیم هم نشده باشه به خاطر گل روی ترنجبین بانو لوتی خورش کن مادر غلام رضا امون بده باقالی سنگین سر دلت میمونه نبات داغتو بخور سقل سرد نکنی این تخم و ترکه که در بس تصادفی هن جلال الدین بیا ننه تو هم بشو همپالکی قافله کلا دوری نکن مادر دوره فرقت نزدیکه شکر خدا ما یکی خاکشیر مزاج در اومدیم عذاب اونم از دولتی سر دایی خدا بیامرزمونه والا سردی گرمی حالیمون نیست خره با خور اردو میکنیم مردره با گور املت سرکه به وجود سازگار نیست سکنجبین بخور مادر مایی و خربوزه و اصلا با یه قارچنتون سالاد فصل و کوکتل دندون تیز کنمون میشه مادر سرکه مناسب حال شما هم نیست پرهیز مرهیزش میدین که چی؟ خورشید دم غروب آفتاب صلات ظهر نمیشه احتابی اضطراریه 2 ساعته باتریش سس بذارین حال کنین دمای آخر حالا وضع ترنجبین بانو اینو وقت اضافی بازی فیناله آجیل مشکل گشک هم پنالتیه گیرم اینجور وجودا موتورشون رولز رایسه تخت گاز هم نرفتن سربالای زندگی دینامشون وصل به برق توکل اینه که حکمتش پنالتیه یک شوت سنگین گله گلش هم تاج گله قرمزته آبی آب لیموجات حالا میده با آب زاده علی فرویی که وسط ساز رو سر مظلوم مظلوم قلیش بده داری و جدی کن از پشت خطای اون چیکو خودش من گفت چیکو در گوش من گفت چیکو ریگان به من گفت خودش به من گفت در گوش من گفت توی همون گفت چیکو من از ایران میترسم من از ایران میترسم من از ایران میترسم من از ایران میترسم
با این خواهر برادرها خوب تا نکردی. عکسش ما رفتیم دنبال کار زندگیمون. من مادرم میبخشم، اما بترس از روزی که آه مظلوم دامن تو بگیره. امان از آه مظلوم. خدا از سر تقصیراتت بگذره. انقدر دیگه ما رو عاقب والدین نکن از اون بالا. ما یه سر خاک و فاتحه باس بیایم که خب اونم میایم. جخ فاتحهش هم میشه از همین راه دور پیشکی حواله کرد. فاتحه. طلعت اون کت ساب مرده ما رو بده بریم پی زندگی نکبتیمون. چی پیش گرفتیم از بعضی ها تو این خونه؟ چشم. تا خان داداش چاییشو بخوره آبجی کوچیک کتش آورده، زیر بغلش شیکافته بود دوختم. اگه شکم ما رو کارد سلاخم بشکافه عیالمون دستش به سوزن نخ نمیره جراح خانم. اما تا دلت بخواد بوگ و بوردا میخوره، الگو بر میداره واسه رخته تو خونه طوله هاش. نریز اون کمرها رو کف اتاق نکبت. زندگیمون رو مرض و میکروب برداشت. چه پاکتراش هم میکنند. یه باره که بگو قابت کنیم بزنیمت به دیفار. سنجر خیلی هم چلف 11 است. نشسته دم باد تو درگاه سومر شده لب پنجره. تن کثیف مایه شستنه. یه تشت آب کافیه. دریاست که دلشوره داره از پلیدی دل. اخوه به اون مادام دکتر جونت بگو قاعده یه بسته زردچوبه ددته خیر داشتید کنه که دیگه تو زلفای چین چین شکن در شکنش شیبیشو برک نزنن. فردا میبرمش همون. گرما به گلستان میشه از صفای این تن پاک باطن. آب داغ نه، آب جوش نه، سمور همون قل میزنه گر میزنه کلا. آب همون داغ آجی رو قد کن نسناس ولی با کمربند میفتم به جونت. این تنبور محبت زخمش نوازشه نسیلی. خودت سرش به جور تو هاشم جوجو کن بنداز تو این خود کربید تا داداشیت باش تیمی گی بازی کنه. این سامانچان لاکرده رو من کو تلته آوردم خان داداش. خبر ما رو بیاری. والا این پای ساب مرده پیرن داشت. جوراباتونو شستم هنوز دونمه. بده بپوشم. بلکی خواسته خدا روماتیست قبلی بگیریم خلاص شیم از دست این قوم تاتارها. وای خدا اون روزو نیاره خان داداش. آورده آبجی خانم. والا آدم لخت دورت دنیا بره بعضی اینه توی ماتم سرا بیشینی یک که زیاد بشنفه از این گرگوری. آدم برهنه به دنیا میاد، برهنه هم از دنیا میره. هرچی سبک بارتر بهتر. دنیا حکم دریا رو داره، زندگی زورق. آب در کشتی هلاک کشتی است. بحری بی جامه امید نجاتش بیشتره تا مسافر با اساس. پس شما بسم الله هر باتر پولو تارزا خان اپلاتو ضرب از دورخونه رفاقا بارشد بفرما کنسرت بده ارکت فینال مونیکه وین. سالک نه جایی کسی رو تنگ میکنه نه کسی جاش رو تنگ. میشد به جای سیلی آبدار یه مشت آب زد به صورت این مسافر. عشقی جان ایالات متحدم گفت یا جای من هوری بولوری یا این گوری رنگوری. گشتمش دیوونه خونه. کف کن پیش من نبود که تو وان شیر قوه استفریزش کنم. حکایت غلام رضا رو گفتم که مشغول زنبت دار دنیا نرم.
اروای خیچ ما که تو دنیا بات را بردیم حساب آخرتمون هم حکمن 11 است. هر دو سو سوختیم. آقام اومد. آقامه، فقط آقام از این در میاد با چکمه و شمشیر و عصا. بیچاره پیر شده از بس که مرده. دار المرحوم سلطان ناصری. تفضل یا ولدی. شکرا. این ناخدای جوان یادگار عهد تبعید پدرتونه. هرچه پدر در خاک تبعید اسارت کشید، پسر مرد دریا شد و آزاده. بعد از تمرد پدرتون از حکم تیر در قضیه مسجد گوهرشاد 40 سال پیش از این، شبی برخلاف همچین شبهای گرم تابستون، چله زمستون، پدرتون رو به بهانه همون بردن به خونه آوردن. ماه طلعت و جلال الدین رو نداشتم. محمد ابراهیم 14 ساله بود. غلام رضا 5-6 ساله. ماه منیرم تازه به حرف افتاده بود. اتاق خالی در طبقه پایین هست. رو انداز و نان هم پیدا میشد. به حرمت شب عاشقا، حریم این خونه باید از حضور اجنبی خالی باشه. منم شب و با عهد و عیالم سر میکنم. صبح اول وقت مراجعت میکنم برای بردن شما. شبتون سحر نشه سلطان. خدا را شکر هنوز عکسمون رو از سر تاقچه خانه خودمون بر نداشتن. عکستون سر تاقچه، اسمتون بر در خانه و عشقتون در دلهای ماست تا قیامت. این خانه رو من ویران کردم. تا من هستم این سقف‌ها جرأت زمین ریختن ندارن. سارا ستون سنگی سختی است ایستاده زیر این طوفال‌های بارون خورده. به این حوضچه‌های مسین هم اعتنا نکنین.
اسمشونو گذاشتم حوضهای زمستانی. با خودت نمیگی کاش شوهرم به اون مأموریت نمیرفت؟ نه. تمرد منو از حکم تیراندازی قبول داری؟ بله. ولی عاقبت اون جماعتی که پناه آورده بودند به مسجد گوهرشاد به خاک و خون افتاد. فرمان آتش و گلوی دیگری صادر کرد، نه حنجره شریف شوهر من. یعنی دنیامو با آخرت فروختم؟ نه، صاحب منصب بودین شدین صاحب نام. در همان حمایل قل و زنجیر هم سردارین. حالا ستاره های شرف و بر پیشانی دارین. فقط چند تا پولک رو از دوشتون برداشتن. بچه ها چه میکنن؟ شیطنت، بازیگوشی. و این دخترک شیرین زبانی. پسرها باید مرد بار بیان. حالا میخوام لذت بچگیشونو ببرن. مثل زرده تخم مرغ میمونه. تو خونه برنج و آرد و حبوبات داشتیم. نخواستم تدارک شام مهمانی ببینم. خواستم بدونیم بچه ها چی میخورن. هر شب نان و سیب زمینی؟ یه شب با نعنا، یه شب با گلپر. نمیذارم یک نواخت شه. وقتی یک زن کدبانو در خانه داری، هر چه فقیر باشی توانگری. کدبانوی عاشق نیاز چندانی به رفتن بازار نداره. از برکت دستهاش مطبخ همیشه دایره و از حسن سلیقش سفره ضیافت. عهد کردم تا اتمام دوره زندان برای گذران زندگی به جز دستام دستی رو به یاوری نگیرم. همه هستن، برادرم، خویشاوندان شما، حتی کسبه. به محمد ابراهیم پیغام دادم به مادر بگو بیاد باروبانشم ببره. ما با سلطان حساب داریم. قبول نکردم. با این چرخ خیاطی رفتم به جنگ چرخ فلک. زنده ماندن من باعث حیرته. حتی امید تبعید هم هست. هر جا برین بچه ها رو به بال و پر میگیرم. پر میکشیم مثل سیمرغ سوی شما. مهیا کردن خانه سخته. شاید مجبور بشی در مسافرخانه سر کنی. کنار شما هر کجا باشیم اسم اونجا خونه است. سردار حسین قلی خان ناصری. به شرط اون که زن خانه تو باشی سارا. به من اعتماد نکردی؟ قصد زندانی فرار، وظیفه محافظ حفاظت. شب و سخت گذروندی. میارزید به این که یه خانواده دل شکسته یه شب دل خوش باشن سلطان. پدر تبعید شد. من و بچه ها شدیم اهل آن شهر تا تبعیدگاه وطن باشد برای پدر نه غربت. آسمان بندر آتش میبارید. تاوان وصل ما تلف طفلم بود و نجات فرزند سبب ساز مرگ شوهر. مرد بی سامان همسری گرفت به خواست من، زنی از طایفه بدو. حاصل آن وصلت این نابرادری است. اگر در قبول خودم تردد دارین، در قبول هدایم دو دل نباشین. ارزش الهدايا در اسعار عنی، اینها تصور خودم از شما بود، آنطور که شما نقل کرد از اولاد خود برای پسر. هذه قداحة للأخ الأكبر. هذا عطر للأخت الكبيرة. وهذه لعبة للأخ الأوسط.
جهاز تسجيل للأخ الصغير، هذه فوطة للأخت الصغيرة، وهذه أباءة للأم الحنون. سلام امروز. ای 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 از شم و پلاتین گذشته خانده ای یا تاقان سوزوندی. سنجد، حوله جاش دم دستشویه برای استفاده عامه اهالی خونه. یالا بذارین اولین پیرزن سرشو بذاره زمین، بعد بیافتیم به ارث و میراث جمع کردن. میرسونی حوله رو یا بیام پرده اتاقتون رو بکنم حوله. یالا ردمان سنجد، سطح خالی کن تو موال، بچکونی زمین کمپلت خالیش میکنم رو سرت نجس شی. نکبت دلم میخواد یه قطره بچکه زمین، وا میدارمت با زبون کف زمین رو تمیز بکن. خنگ بی مصرف. گردنشو تبر نمیزنه خارگردن. بو گرم میده پاشا. بله بعضیا چه روح لطیفی دارند. هی کرنر داشتم میکنم ماهوت پاک کن. اول سلمونی بعدم همون. برای رد کارتون بالا همون تن و بدن رو بکن با ادب که با روان که نزدیک که. علی آقا بابا یه چیزی از شما بپرسه بالا غیرتن راستشو میگی؟ بی کلک میخوام ببینم شما دلت برای مامان تنگ نشده؟ که چی؟ خب ببرم مامانتو ببینی تازه یه دایی جدیدم پیدا کردی که برات یه عالمه سوغات آورده. خودت چی؟
آخه شما بچه این دل نازکترین. نگرفت بوس میتی، خودت بیشتر آمپرت رفته بالا. اگه بخوای حاضرم کمکت کنم بریم خونه مامان بزرگ مامانو ببینی. بی شرط این که اول ببریم فوتبال، بعدم سینما، بعدم پفک، هنوز تموم نشد، بعدم کوکا، بعدش هم آدامس. اینقدر چرکی که اول باس برم یه جا بتکنم. حالم رضا من عدتش گذاشتم بایستادم، همون رفته زود برگرده ها. بیادید با هم قایم موشک بازی بکنیم. یادت نره خواب؟ صبح بخیر کاپیتان. صباح الخیر یا مرد نجار. حالم رضا آخه من اینجا خسته شدم. چرا وایسادیدم در روسمتی؟ سلام علیکم. سلام. خانداداشتون فرستادنم رخت تمیز ببرم سر حمام برای غلامرضا خان. خب چرا نمیای تو؟ مجال نیست، آقایان اخوی منتظرن در حمام. باید یه سریم به خانه بزنم، بچه ها تنها. طلعت برو رخت غلامرضا رو بیار. هیچی نه واکساره. یه سر نمیای خونه بچه ها رو ببینی؟ وا بچه ها دلتنگی میکنن. بچه ها که پیش آقا جون تنهان بیشتر خوششونه تا با من. خود منم دلتنگم. میخوای ماه به روخم ببینی؟ تو که الان منو دیدی. خونه هم دلتنگ توه. ای وای دیدی پیاز داغم سوخت. یا ببرم تمیزت کنم. گند دنیا رو ببین کجا با سر نمیخی قبیله. بدبخت ادوار گرفته بیا ببینم نسی که باید به زور دجمت ببرم. بیا بدبخت آوارت تا مردگی. بلند شو بلند شو بینم بلند شو بینم بینم بیا چند سال هم نکرد یه 4 تا صابون بیار بینم. باشه من نفت برم. چوبه برکن خدایا. غلامرضا بیا بالا مادر. سلام علیکم. خاک نکن از بس که همون بودن خیزم گلی میشم اوسا. وایسا ببینم داداشی. وای شدی مثل دست گل.
گل بودم تو آب بودم گلاب شدم. بیا جلو مادر ببینه که پاکیزه شدی. ماشالله ماشالله، هزار ماشالله. مشکن دستش خیل نبینه کی صورتتو سیاه و کبود کردی؟ من عوضش سر و تنشم شستم دیگه، نمیدونستم دستموز دلاکی ناله و نفرینه. نمیرم زیر آب داغ، زدمش. نه زد که خودم خوردم زمین، صابونو قورت دادن، لیز خوردم، چشم رفت تو دوش. به خدا تیار زخمی ها رو میبریم مریض خونه، زنت معین خانم عملشون کنه، میفرستیمشون دوباره تو آسمون با هم بجنگن. بیمارستان مهین زایشگاه است. منو راه میدن، از بس که شکمم گنده است میگن زاو آوردن. تیار گنده ها رو میبریم هلیکوپتر بزنم دغلو هلو. این دستمال یخو بذار زیر چشمت، برمش بخواب. یخ که پماد نیست، بذاریش رو زخم میسوزونه بدتر. اینو یخ مالو خوردنه. عباس که دل و جیگرش خنک میشه آدم، زخماش آب میشه، جاشم نمیمونه بشه سالک. آی این قوار چادری رو بده به توبا خانم، من عمرم به چادر تازه نمیرسه. دختر آتول خان، انگار ما شب کلاه غیبی سرمونه، به چشش نمیاییم. توبا خانم چه عروسی نصیبت کرده خدا مادر، علیکه عذاب. اگه بدونی چه پیری از پسر در آوردم. پس تو تمام هارت و پورتت اینجاست، زبونت فقط سر ما درازه. ای مادر،
زهتابی که کفاف اردوی مفخارا رو نمیده. بساز و برفروش و هزار حلال و حروم دیگه. حوصله مهمون دارین یا اخوین؟ من هم شکلی شما امشب سهرانم، یعنی بیخوابم. تو پیر خاموشی، پیر چراغ این شب تیره. همه یه راز این خاندان و مادر به تو نگفته بود. تو خود واقفی به اسرار. هر کدوم از دخترها علاوه آپارتمان جایزیه دادم که برن سر زندگیشون. دخترام که کرکره آپارتمانشون کشیدن پایین، اومدن حجره پدریشون، بر دست مامیشون حموم سنا میگیرن. توبا که زن خوبی بود مادر، اهل بود. باز معرفت نوه‌ها. شکلات و پول تو جیبیشون برسه 2 تا آقا جون بار ما میکنن. اهل بود مادر. همچین که خونه رو به اسمش کردم دم در آورد. یک زبون پیدا کرد، قاعده باتون اسکی. میدونی خانده هاشو چی صدا میکنه مادر؟ میگه بوفالو. خوبه تو رو خواهر برادرات اسم میذاری. این چوب خداست، دردت اومد؟ به خود بیا. از هر دستی که بدی از همون دست میگیری. از گرده ما اینقدر بار کشیدن تا شدیم بوفالو. خود بونقلتونشو با ماساژ و سونا داره میکنه پرنسس آن. هرچی چرب و چیلی و آتشخال بود خورده ماداد کردمون خمره. خودشو بس به آب گریپ فروت و تره فرنگی و هزار لاغر کنه دیگه. بین اخوین قهر از کجا آمد؟ مرحوم دایی اواخر عمر خانداداشو تو زهتابی شریک کرد. کار شرکت صادرات بود و مشتری مستمر آلمان. داداشم رفت آلمان از بس که درس بخونه دکتر بشه، حال من و مامونی رو خوب کنه. آب سیمونی رم بشه گنده، اون وقت من بشم لاغر و ترکه. نمایندگی شرکت داشتم و حقوقم مخارج تحصیل تأمین میکرد. داییم افتاد مرد، خدا رحمتش کنه. بره خانده داشتم من عزل کرد و خودش با چند تا جمله دست با شکسته آلمانی که یاد گرفته بود بی واسطه با شرکت‌های خارجی کارش ادامه داد. Ich lachen, zichen, rachen, Hiesle, Masle, Hosle, Hus, Ofen, Tufen, Dufen, Rufen, Hoschen, Dofen, Zulen, Dulen, Wuschen, Ruschen, Huitzum, خندم میگیره. تقاربا لا تتحرك. اقترب مع بعض. تقارب أكثر. استعد أكثر. لا تتحرك. تغاربا بمحبة أكثر. قبلة الأشقاء.
حالا خیالم از سر و ظاهرتون آسوده شد. رخت و لباستون از هر جهت مناسب و برازنده است. میمونه تدارکات شام و ترتیب چای و قهوه. بابا جون بابا رو نگاه. حبکت خروس میکنه مهدی جان. بابا از خونه مامان بزرگ میاد سر حاله. پس بالاخره مامانو دیدی. این پسره واسه دیدن مادرتون شده پسر شجاع. خب بارم میبردی چی میشد؟ حالا که نبود. پاشین بچه ها پاشین. بنز خانداییه شده اسکورت خاندایی. سر بچه داد نزن. سلام علیکم. ساله الو تو با به به شبرم مادر دوست. نه مردم دیدیم قوم و خویش شناس شدی دم رفتن. اون جلال یک که گود تلت ماما خمیدم دست کمی از داداشی خلو آبجی خانم چلت ندارن. تو هم خوب شدی میون دارشون واسه اون یه خش خرابه مادر جون پیلیست. نه ترس اون تا همه ما را نظر تو گور خیال رفتن نداره. زنای مردم شانس دارن والا شوهراشون به موقع سرشون میذارن زمین با عزت. زناشون یه نفس راحتی میکشن یه 4 سبا. شوهر بانو بنده خدا تو 40 سالگی سکته کرد. 1 کرور دلار رو ملک و املاک گذاشت واسه زنش تو فرنگستون بگرده و حس کنه. مراد خان شوهر وجیه جای پسر تو بود. سرطان خون گرفت نه زاقی و نه زوقی. اون چه جواهر فروش و بوتیک داره تو ترون دست به سینه زنشن. وضع رفیع ماشالله از همه بهتره. شوهرش تو سیستان بلوچستان جاده صاف میکنه. زنشو فرستاده ساحل نیس. اینا رو میگن مرد. جون کلام خاک کفش پدرزن رو ور میدارن میکنن گل دومار. دومادونت هم تنشون خورده به تو. تنبونشون 2 نشده دم در آوردن افتادن به جون دخترات. منم حال و حوصله بیوه‌داری ندارم. بچه هاشون انداختن سر من یا فالگیرن یا سلمونی. خواستم بدونی میخوام با فریده و محمود برم دبی یا با مهاجری ترکیه. $1000 بیشتر نمیخوام. صندل پلاستیکی میبریم شلوار جین میاریم. تو هم یا خودت میای یا خبرت. همین. خبرم بیاد $1 مفت اون وقت کی میگیری؟ آینه دق. الو لطفاً خانم زربافیان بخش زایمان. موندگار شدی؟ پس محفل اونس اونجا بود. صلح کردی با اشقیا. اگه خواستت زندگی فامیلی بود از اول میموندی با اونا. منم به جای پرستار همیشه کشیک روزا زندگیمو میکردم بعد از ظهرام یه سر میزدم مطب. گیتی تو درس پس قافله بود. حالا مطبش وقت 6 ماهه میدن. ما شدیم خانم پرستار. دختر تنبلای دانشگاه رفتن پی پسر بازاریا. ما که یه آب و رنگی داشتیم و خط و ربطی خواستیم هگلمون بره بالا شدیم هم صحبت آقا. حالا اونا از برکت پول پسر بازاریا متخصص و ماما و استاد دانشگاه. ما بوتیمار شب بیدار. خانم زربافیان اتاق عمل. خانم زربافیان اتاق عمل. میخوانم اتاق عمل. صبور باش. سویچ میدم اسمتی. نوار خالی داریم پرش کن. آدرس سراس بود؟ کابینت های بخش زایمان رو من ساختم. کنترات مهندس نورانی بود. جلال زیاد میگه از هنر دست شما. هر وقت یه خورجین کتاب خریده میگه همین روزا اسمهدی یه کتابخونه میسازه. دیگه دستم به ابره نمیره. بیاین آزمایش ممکنه از اسید اوریک باشه. نه از وقتی طلعت رفته از دل و دماغ افتادم. وقتی پهلون بود نمیفهمیدم هست. اونقدر به هم نزدیک بود مثل پلک چشم نمیدیدمش. من احمق. ما هیچ وقت با هم نبودیم. صبح بعد از ظهر اون بانک و شرکت بود. شبام من کشی که بیمارستان برای خریدن آپارتمانی که بچه اتاق جدا داشته باشه. حالا اتاق بچه هست ولی حوصله بچه نیست. صداش که روز ضبط بود معنی جدایی رو نمیفهمیدم. اما نوار سکوت میگه که نیست. ماشینش آوردم. بی سرنشین. تو چه فکری؟ فکر رازداری مادر، هوشیاری این برادر. وح چه ارمغانی. انگار پدر سوغات آورده. آلبوم مادر رو یواشکی از صندوق خونه برداشتم. بفهمه واویلا. چیز نگه داشتن آدم باید از مادر یاد بگیره.
کاش مادر ماهارم مثل عکسای تو آلبومش حفظ میکرد. هرچی از تو صندوق دراری انگار تازه از لای زرورق وا کردی. کاش هنوز تو قاب بچگی بودیم. سخت دل کندی از ویلات. حالا سخت از اینجا دل کندن. حاج آقا زاویه مادر خیلی ازش تعریف میکنه. کی باعث جدایی شد؟ ماه منیر، زنی که باید دخترخونه میمون، نه همسر. زاویه بازاری بود، میگن نصف تهرون مال باباش بود. بازاری بی‌اعتنا به پول. من و زنای فامیل شوهر کارمون مهمونی رفتن بود، خرید پارچه، خیاطی، طلا، جواهر. مدام مهمون داشتیم. مادر میگه کلفت و نوکر داشتین، باغبون و آشپز. من کدبانو نبودم. گفتم حال رفت آمد با فامیل شوهر رو ندارم. پای همه رو برید. خدمه موندن و من و زاویه. چه خوب، چه عاشقانه. یه خونه مثل هتل، یه زندگی مثل سفر. سفری از برزخ تا جهنم. مادر میگه میخواستی هر شب کار به قهر بکشه. اومدن شوهر به خونه شروع زندگی زناشویی بود. وقت شکستن لاله و شمدون، زاویه وجودش تجربه و تحمل بود. زاویه که جوون سال بود، تحصیلاتی هم نداشت که. ازش خواستم زن بگیره، قبول نکرد. عاشق بود. به سلامت من بیشتر فکر میکرد تا راحتی خودش. مادر میگه مهر رو تمام و کمال داد، خونه رم با اساسیه بخشید. اون خونه رو با من میخواست. ما فکر میکردیم دعواتون سر سفر فرنگ بوده. سفر فرنگ بهانه بود. بعد از طلاق بهترین آسایشگاه رو تو فرنگ پیدا کرد. خرج سفر و بیمارستانم داد. آها، پس سر و کله دکتر از اینجا پیدا شد. رئیس بیمارستان یه دکتر ایرانی بود، یه هموطن در غربت، یه حامی محترم. تور آرامش بود برای یه روح آسی. دکتر عقل و عشق با هم داشت. قصدش درمان کامل یک بیمار بود. مادر میگه دکتر با همه اشتیاقی که برای مراجعت به وطن داشت برای همیشه مقیم خارج شد. با شروع دوره بارداری حالت عصبی من عهد کرد. تحمل موجود دیگه ای رو تو خودم نداشتم. با اون همه توهم و تردید و وسواس یکی با من نفس میکشید. بچه موجود دیگه ای نیست، پاره ای از تن آدمه. میترسیدم از این موجود ناشناخته. جانداری در جان من. ناچار به سخت بچه شدم. زاویه بی خانمان شد. دکتر در غربت ماند. پدر بیماری منحوس من از مادر جداش کرد. پدر از درد جدایی مرد. مردای زندگی من همه بزرگوار بودن. طالع نحس من شوربختشون کرد. وردار خدا دار. جان مهدی، ببین جان مهدی، میذارم اینجا. من میبندم. سلام. آخ دو موسیو بامیه شادوما شاخ شنشا. بستنی خریدم، برای غلام رضا خان گرفتم. پما قاقیم موسیو. اختیار دارین، چه قابل هست به قدر کفایت. بستنی از بس که آبستن زنش بستنی خریده خنک چه بچهش نفذه تو گرم. بفرمایید میل کنین، متعلق به همه است. سلام خانم بزرگ. چرا نمیفرمایید تو؟ دمی در بدی. بفرمایید. خلوت جمع فامیلو به هم نمیزنم، زحمت رو کم میکنم. غلطه باشی یه سری به آبشاد خونه بزن، انگار برنج ته گرفته. یه سفارش تازه گرفتم، سیسمونیه، باید قبل از تولد نوزاد تحویل بدم. آره کارت برست مرد و کارست. شفای عاجل خانم بزرگ. ایشان نرو. خوب رفتار نکردی پسر.
گیرم اومده بود یه نظر زنشو ببینه و بره. حلالشه. تو خونه خودمون که زن زلله، اینجام تو سر خور دوماد. آبجی کوچیک همونه میتونه بزنیم تو سرش. حالا ما آقایی میکنیم و دست بزن نهریم، امروز جداگونه. والا قاعده 50 تا بیشتر وعده نگیرین. راضی نیستم. شب که از سر خاک برمیگردین یه شام بدین. بس سلام. خرج و مخارج شب 7 رو بدین خونه سالمندا. خلعت من که عزیز از کربلا آورده. سفارشم فقط واسه قبره. اون طعمه ها نباشه. لب جوب زیر سایه درخت. وقت رفتن نیست مادر. ما تازه دور هم جمع شدیم. امروز که سرحالتر از دیروزی. بگو ماشالله زول بیا. امانت چشه بد جغ چش خودی بیشتر کارگره. البته از زور خاص. عشق سپر بلاست. مادر نگاه عاشقانه داره امروز و امشب امید دیدار یار. تازه این پلو هم پلو عروسیشه. نزا مادر میخواد عروسی کنه. عاشقا عروسی میکنن دیگه. پر بیرام نمیگه بچم. اینم خودش یه وصلته. وعده من با عزیزم امشبه. میخوام تا فردا کاری باقی نمونه. گوشت و پیاز و سیب زمینی رم امروز تفتش میدیم تا فردا طوریش نمیشه. فقط میخوام یه پلو دم کردن و جا افتادن خورشت بمونه. قربانی را آوردم برای ذبح. پاشه داداشی بریم با آبخونه که پاشی دست رو تو بشورم. چشم ابو بیاز آب افتاده. بعدم چشم بذار تو پاشی من قایم شم ببینم خانده هاشو میتونی پیدا بکنی یا نه. بیا قربانت برم. بیا مرسی. بیا قربانت برم. بیا جونم. تو خدمت در اینجا باقی مانده. مرد بحر مقداری از هر کار میداند. و محنون مرا لایق هر کاری بداند امر کند. تقطیع السکر و تقشیر البصل. حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم. بشکن که بشی قند مکرر. نظری حاج خانومه به سلامتی رخت عافیت پوشیدن. داداش حبیب گوشت شومه عزاست. مادر تدارک غذای مرگشم دیده. مردن مادر پیر مام حکایتیه. چه حال و احوالی. الله اکبر. سر شام گریه نکنین. غذا رو به مردم زهر نکنین. سماور بزرگ و استکان نلبکی هم به قدر کفایت داریم. را نیفتین دوره در همسایه پی ظرف و ظروف. آبروداری کنین بچه ها. نه با اسراف، با آداب. سفره از صفای میزبان خرم میشه.
نه از مرصع پلو. حرمت زنیت مادرتون رو حفظ کنین. محمد ابراهیم خیلی ریز نکن مادر، اون وقت میگن خورشتشون فقط لپه داره و پیازداغ. که لغات بخونن تنه رو پهنه میکنم میکنم تو ملاجشون اینو میمونه یه حلوا، هدیه صاحبان عزا به اهل قبور. این تنها شیرینی ضیافت مرگ، عطر و طعمش دعاست. روغن خوبم تو خونه داریم، زعفرونم هست، اما چربی و شیرینی ملاک نیست. این حرمتیه که زنده ها به مرده هاشون میذارن. اجرشم نزول صلوات و حمد قل هوالله است. فقط دلواپس آردم، خاطر جمع نیستم، میترسم مونده باشیم. آرد 8 درخوام میخرم برات، فردا حلوا میپزم، تر حلوا. کجا؟ چه خبر بچه ها؟ غلام رضا کو؟ غلام رضا قهر کرده نمیاد بالا. ماه مدیر نشونده بهش دیکته میگه. منم میرم آرت بخرم، آرت تازه. میرم تا دم اشواقه رو میام. منم باید تلفن بذارم شرکت. آخر برج حقوق کارمندا عقب میفته. من هم با اونها میرم هواخوری. چشم دروغگو رسواست، اما بچه میگه و مادر باور میکنه. بریم پسرا پی برادرتون، خدا پشت و پناهتون. کجاست بره گم شده این گوسفند پیر صحرا؟ وقت ذبح نزدیکه و قربانی مشتاق و منتظر. بره که پروار من غلام رضا. آرد خریدی پسرم؟ تلفن کردی شرکت؟ خوش گذشت هواخوری؟ پس چرا دست خالی برگشتی؟ چرا ساکتین و سر به زیر؟ تو چشمای من نگاه کنین بگین چی به سر برادرتون غلام رضا اومده؟ غلام رضا گرمشه، نفسش گرفته، تشنه است. تو میدونی کجاست؟ آره. من آقامم، سلطانم،
سلطان حسین قلی خان ناصری حبسم کردن، زندانم. چقدر بگم نه این ملاقات؟ نمیخوام چه آجانا به تن بدن بچه ها بیفته. خودم میام خونه به بونه هموم، دارن میبرنم بندر عباس، اون ورا اون دورا، تو دهن اژدهای آتشخوار. اگه بندر دریای آتیش باشه و کشتی به ساحل برف نشسته، پا به اسکله نمیذارم. آقا جون، دیگه ماه منیر دیوار جدایی بین شما و مادر نیست. دیگه از آب داغم نمیترسم، کلمو میگیرم زیر شیر سماور. اگه باز چشام بیماره هست بس کور میشم تا نبینم مرگ پدری رو از درد تنهایی مردن. آقا جون، بابای غریب. نه دخترم، دخترکم، تو ماهی، منیری، طفل لطیفی، طفلک طرف میشی، گله برفی، آب میشی، میبرمت به اسکلت. خسته شدی؟ تشنمه. چشتو ببندی وا کنی رسیدیم. میترسم از جاده، مادر چشم به راهه. شوفری رو از آلمانا یاد گرفتم تو تسلیحات. شوفر کمپانی که نیستن، مال دوره جنگ. گرممه، هوا پر از پشه است. ببین کنار، لشکر وزوزوی پشه و مگس و شفره. شاه سلطان حسین قلی خان ناصری می آید. وقتی رسیدیم به گذر من میدوام تو کوچه در میزنم. نه دخترم، کوچه تاریکه، میترسی. شما که سر کوچه باشین نمیترسم. میخوام داد بزنم مادر مادر، آقا جون آوردم از تبعید. اگه عمرم به تهرون در رسید چی؟ اگه نه شب و قطار آورد تهرون چی؟ خاکت کجاست؟ به ماها که نشون ندادن. خودتو غلامرضا رو نیارین سر خاک، بفرستینشون سینما بخندن. از بس که گریه براشون بده ناخوش میشن سر قبل. و محمد ابراهیم بگو مراقب خواهر برادرش باش. چشم. جلال ملائکه هست، ماه منیر رو ماچبارون کن. از بس که غلامرضا رو به چلور آبلموش کن. گیسای ماه طلعتم میبافم. بباف، پاپیون بزن سرخاوی. بباف، پاپیون بزن سرخاوی. ماه منیر، غلامرضا، ماه منیر، غلامرضا.
بشقاب بکش بذار کنار مادر. غلامرضا نصف شب گشنش میشه. تنگم آب کن واسه جلال الدین. برای محمد ابراهیم هم زیر سیگاری بذار. مراقب باش ماه منیر حکمن قرصشو بخوره، بیخوابی نزنه به سرش. ببینین داداشتونم چی میخواد مهیا کن. سر شب بخوابین بچه ها که بتونین صبح زود پاشین. فردا خیلی کار دارین. سلام علیکم. طلعتی باشو برس به کارا. باز زود جا بندازیم بخوابیم. بازم بی موقع مزاحم شدم. از ده هندونه آورده بودن، گفتم هوا گرمه هندونم خنکه ببرم برای خانم بزرگی. خوب کردی مادر، بیا تو یه لقمه شوم بخور. با اجازه شام صرف شده. بفهم. شوم دم دستی داریم. شما هم که خودی غریبه نیستی. با اجازه شام صرف شده. بچه ها سر شب خوابشون میگیره، لاعلاج دم غروب شام میخوریم. اسمعیتی یه وقت ناغافل بچه ها خواب نپرند بگم بابامون کو. آقا جون پیششون هست ولی فرمایش شما متینه. بچه ها مادرشون که خونه نیست، پدرشون هم که نباشه، خب این مادر مرده ها دلازرده میشن. اومده حض کنه مطلعت رو ببینه هندونه آورده. از بس که خونه تو بود ما هندونه بستنی خریدیم بیاییم حض کنیم ببینیمش. هر وقت خواستیم خودمون میاریمش خونت. بذار بچه‌شو بذار چاق شه چله شه اون وقت میادش. دیوونه. اسمهدی ما رو حلال کن. الوداع. هیچکی از شما چیزی ندیده الا خوبی. ایشالله ایشالله 120 سال زنده باشین. آفی در زنون داره پیش کن. خداحافظ شما. بله خوب. خدا حافظ. پسند و خوب و من یار نازنین. موقع بدرقه است. البته مونده به اومدن قطار. میگه خوشان کاروانی که شب راه طی کرد. اول صبح به منزل رسیدن عالمی داره. حال نماز صبح، امید روز تازه. گفتم که من با قطار شب عازمم. صدای پای قطار میاد، بانگ جرس، آوای چاوشی، قافله پا به راهه. مادر چرا؟ مادر همونجا واسه من اومدم. کبریت اینجا. نترس داداشی. مادر بادام دارد مادر درد دارد مادر مادر
جان دارد. مادر مرد. از بس که جان ندارد